شهباز سید ابرو ورزشکاری گیاهان از کاری مقابلیت میکند. بسیار واقعی دیدنی باید ما و شما با این توجه کنیم که چگونه پهلوانی ما که با یک دشواری از دور گذشته به این بازی آمد و ورزشکاری بریتانیایی را میشل فریر را شکست داد در لحظه های آخری این مسابقه. حالا با اند هنرنمایی میکند. اند باشد جیهان اند در بخوری اول ماتیو پولیاژ رو از سلواکیا مغلوب کرد. سپس اورخان سفاروف رو هم شکست داد. یعنی یک ورزشگری خیلی پرقوتی هست که در مقابل او کار کردن پهلوانان دیگر دشوار است. به کدام خاطر این تنها نفری هست که در جای اول در بازی‌های آسیای اقیانوس بعداً در بین جوانی در جام آسیا جای سوم را گرفته است. دستاوردش نظررس است. 21 ساله است. همگی شهباز باز سید ابرو رو باشد. این از نمایندگی مکتب معرفی علی ورزش ترکمنستان رئیس حکومت شاگردی او است و اینجا رئیس حکومت او رو به این مسابقه تیار کرده است. نماینده محمد عبدالرحمنوف سرمربی تیم کشتیگیران پهلوانی در و ان گیاهان یک کارت زرد هم دارد. اگر با دستاوردهای پهلوانمون توجه کنیم در سال 2022 او در گرند اسلم تبلیسی زینه هفتم رو اشغال کرد. در گرند اسلم یک مدال دو مدال برنجی دارد. در این برابر فکر میکنم که او از یکی از پهلوانهای موفق تاجیکستان هم نامیده ممکن است، چون که دستاوردهای آخرینش از این شهادت میدهند. خوب میدونیم که ما دو پهلوان ما در سال 2022 حالا امکانات دارند. حالا این چون وخوری های هست که امتیازها برای بازی المپی است. اینجا حتما مبارزه باید برد. خوب دفاع کرد، ولی اینجا بسیار خطرناک است برای سید ابرو در حالت لدهی. آن نیو دشوار پهلوانی ما برآمد. دوستان گرامی، شهباز در این بخوری گفتم میشل فریر را از بریتانی کبیر مغلوب کرد که این دستاورد خوبش هم هست و باز یک فریکیفت را هم استفاده بردنی هست. یک لحظه شاید لد برداشته باشد سید ابرو. ولی بسیار هم خطرناک بود اون حالتی که دو مرتبه است که دست چپی پهلوانی ما رو میخواهد ان با لدگی با کامیابی موفق شود، ولی حالا دفاعش خیلی خوب است. اما اینجا حالا باز 42 ثانیه دیگر باید رقابت کرد. شهباز همه تاجیکستان حالا به تونی نظر میکند. امروز باز حالا یک شیدوگی به هر دو داده شود، خوب نزدیک می شود. اینجا شهباز که برای حریف باز یک شیدوی دیگر
خوب مجبور کند که به خطاگیری دهد یک شیدوی دیگر و پس ما به دور بازی 4-1 نهایی میرویم. اما برای تا به اونجا رسیدن باز 14 ثانیه دیگر است و شاید گلدن سکور. آن در رقابت‌های امساله حالا گفتم که اورخان سفروف رو مغلوب کرد، حالا باز لات بسیار هم باز با دست چپش فشار می آورد جیهان ان و دوباره هم میگه بازبینی باید شد این حالتی که حالا با انجام رسید در این وقت. چی است قرار دوبارم؟ نه چیزی نیست و گلدن سکور است، ولی من میبینم که اینجا شهباز عذاب بکشد. دست چپش است و سیوم مرتبه است که محض فشار جیهان ان از کره به همون دست چپ است. شهباز یک کوشش است و اینجا انتظار هست که مثل اون که در دوری گذشته به اجرا رسانیدی. اینجا خیلی خوب از این پشت پای رها می‌یابد ورزشگری تاجیکستانی سید ابراروف و تو درمان و همه توجه به او. بله علی شریف خوب در رقابت گذشته این پهلوان گفتید در مقابل ان دشوار می شود برای پهلوانی و ما این رو احساس میکنیم. ولی به هر نوع گلدن سکور است. اینجا یک حرکت میتواند قریب تو به انجام نبرد اون حالتی که باید سر کیت میگرفت. خوب اینجا ان هم باشد کمی هم از خود را از هجوم‌های ورزشگری ما دور بکند. شهباز باز یک کمی دیگر یک قدم دیگر برای به بازی‌های بعد رفتن به خولهای المپی نزدیک شدن. ما اصلا در بعضی حالت‌ها در یک پهلوانی ما رو در نظر دارم در یک حالت‌های اونها مغلوب میشوند که حیران میشیم. اما اینجا مبارزه خیلی پرشدت است، خیلی هم نظررس است و حالا کارت دویمش زرد یعنی شیدو رو با سید ابراروف منصوب می‌دهد. دوباره میدان در کارت ها برابری است ولی نزدیک است که آن هم کارت زرد بگیرد. برای این باید رقابت برابر باشد و او باید خطا کند. چگونه حالا ببینید ورزشگری ما باز شهباز با پیش می رود اینجا ولی خوب اینجا حمایت شد در زمین به وضع کار کردن رو استفاده نمیبرد شهباز. ولی معلوم است از اون که دست چپش خیلی آسیب دیده است، لد برداشته است و با این دستش کار کردن برای او دشوار است. این گونه حالت ها در گوشتین نه همه وقت رخ میدهند اما نه در گرند پری که در اینجا صورت میگیرد. حالا باز یک فرصتی دیگر داور میگه وقوعی رو ادامه دهید. 2 دقیقه گلدن سکور. اینجا وقت کسی سر نشود اما مبارزه در میدان ادامه دارد. با شهباز فقط برار میخواهیم که به دور دیگری مسابقات راه پیدا کند که این برای شرف و شهرت تاجیکستان عزیزمون خیلی ضرور است. حالا باز یک حرکتی دیگری ان جیهانگ ان اینجا در گلدن سکور کمی خود را بهتر حس میکند چون که لد نبرداشته است و تا به انجام حرکت هایش هم نیست. ولی داور میترسم که برای او شیدو ندهد. ببینید چگونه درد این نوبت باز همون دست چپ است، باز هم حرکت است و بله داور سیمی شیدو رو به او منصوب میدوند. البته این همون دردی هست که او 3 مرتبه در حالتی نیاید
نوگوار مانده بود و در نتیجه به مغلوبیت دچار می شود. جای هانگ ان به دور بازی های 4-1 نهایی رخ میگیرد. شاید در این لط برداری نمی بود شهباز می توانست تا به انجام مبارزه برد، ولی خوب فهمیدن ممکن است این گونه